یک شایعه مهم در فضای مجازی و بین عموم هست به این عنوان که روغن‌های نباتی همونطور که به اجاق گاز و به دیواره آشپزخونه و مثلا فسفودی ها میچسبن، میتونن درون بدن ما هم به دیواره رگ‌ها بچسبن، اونجا رسوب بکنن و باعث گرفتگی عروق بشن. اما واقعیت چیه؟ باید گفت که اتفاقاً روغن‌های نباتی به دلیل خاصیت غیر اشباع بودنشون کمتر باعث گرفتگی عروق میشن. اما چیزی که این شایعه فراموش میکنه به ما بگه اینه که مشکل این روغن‌ها وقتیه که ما اونها رو سرخ میکنیم. در واقع عیب از روش سرخ کردنه. چرا؟ چون روغن‌های نباتی یا گیاهی به دلیل همین خاصیت خوب غیر اشباع بودن این مشکل رو هم دارن که در مقابل حرارت بالا و اکسیژن هوا حساسن. به خاطر همین وقتی که ما اونها رو در معرض حرارت بالای سرخ کردن قرار میدیم، باعث ایجاد یه سری مواد سنگین و چسبناک داخلشون میشه که این مواد برای بدن مضرن. اما روغن‌های گیاهی به خودی و خود وقتی که مثلا برای ریختن روی غذا یا برای پخت و پز ساده در برنج در خورش استفاده بشن، این خطر رو ندارن.